آغاز یک هفته دیگر رو با همه شما بینندگان عزیز شد پوش میگویم. امروز هفتم سپتامبر و ساعت به وقت پراگ هفته صبح است و حالا فرصت رسیده است که من برای شما اخباری تلویزیون جهان رو معرفی میکنم و رو میارم با اجازت شما به خبرها. شروع میکنم از پروازهای چارتری. شرکت سومون ایر اعلام کرد که روز 9 سپتامبر پرواز مخصوص رو از دوشنبه به دهلی به نقشه گرفته است. نفرانی که میخواهند با این هواپیما سفر کنند باید روادید طبی سفارت هندوستان رو در تاجیکستان داشته باشند. همچنین داشتن معلوماتنامه درباره کووید 19 حتمی است. طلبات دیگر نه دیرتر از 72 ساعت تا پرواز پر کردن اعلامیه آنلاینی در سامانه نیو دهلی ایرپورت نقطه این بوده است. در عین زمان هواپیمای شرکت سومون ایر روز 10 سپتامبر با خط دوشنبه مینسک دوشنبه پرواز چارتری انجام میدهد. شهروندان تاجیکستان از جمله دانشجویانی که در دانشگاه‌های بلاروس و اوکراین تحصیل میکنند، اینچنین شهروندان کشورهای خارجی که برای ورود یا ترانزیت به قلمرو بلاروس حجت‌های ضروری دارند میتوانند سفر نمایند. امروز همچنین طبق جدول تصدیق شده 4 پرواز چارتری از روسیه به تاجیکستان صورت میگیرد. 2 پرواز از مسکو به دوشنبه، 1 پرواز از سورگوت و 1 پرواز دیگر از قزان به پایتخت تاجیکستان عملی خواهد شد. درباره برقراری پروازهای دائمی بین تاجیکستان و روسیه و باز شدن مرزها تا هنوز خبری نو نیست. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان کشور هشدار داده است که به سبب احتمال سرایت کرونا ویروسی نو به تاجیکستان سفر نکنند و عین زمان بنابر احتمال خطر تروریسم احتیاطکار باشند. این هشدار روز 6 سپتامبر نشر شده است. مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری‌ها در آمریکا دیروز تاجیکستان را به قطار کشورهای وارد کرده است که خطر سرایت بیماری کووید 19 در آنجا بلند میباشد. تاجیکستان تا روز 5 سپتامبر در قطار کشورهایی بود که با گفته مرکز مسافران هنگام سفر به آن باید قاعده‌های معمولی پیشگیری از سرایت هر گونه بیماری و یا چنین معیارها را سخت رعایت می‌کردند. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون در کشور بیش از 8750 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده، 70 نفر فوت دیدند. اما متخصصان با آمار رسمی شبهه دارند و میگویند که مقیاس سرایت بیماری و تلفات زیادتر از آن است که مقامات نشان میدهند. میراج عبداللهیف رهبر 72 ساله حزب کمونیست تاجیکستان در انجمن غیرنوبتی این حزب نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان در انتخابات ماه اکتبر پیشنهاد شد. او کهنسال‌ترین نامزد در میان 6 نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان است. در انجمن روز 5 سپتامبر میراج عبداللهیف رقیب نداشت و 55 وکیل حزب به طرفداری او رای دادند. او ضمن سخنرانی در انجمن حزب گفت که حزب ما مستحکم است و در انتخابات غلبه می‌کند. رهبر کمونیست ها که برنامه پیش از انتخاباتی خود را معرفی نکرد، از صحبت بیشتر با رسانه ها نیز خودداری ورزید. فعالان حزب گفتند برنامه پس از 3 روز از طریق روزنامه حزب معرفی خواهد شد. کارشناسان میگویند این حزب کیها باز دیگر در تاجیکستان طرفدار ندارد و حکومت آن را تنها به خاطر گوناگون رنگی فضای سیاسی جامعه حفظ کرده است. فراموزیر گشوف کوخشناسی جوان در شهر خاروخ که ادعای شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر را دارد میگوید پس از اظهاراتش 2 نماینده حکومت ولایت مختار کوهستانی بدخشان با او صحبت کردند. او گفت این صحبت در کنار یکی از خیابان‌های خاروخ در هوای باز صورت گرفت. گشوف روز 3 سپتامبر در شبکه‌های اجتماعی اظهار داد که برای نامزدی مقام پرزیدنت تاجیکستان در انتخابات ماه اکتبر از روی خود پیشبری آماده می‌شود. هنوز حکومت ولایت مختار کوهستانی و دیگر مقامات این موضوع را توضیح ندادند. فراموزیر گشوف میگوید به هیچ صورت از راهش پس نمیگردد و تلاش دارد تا 11 سپتامبر امضای ضروری را برای ثبت نامش در کمیسیون مرکزی انتخابات جمع کند. او گفت حالا 48000 امضا جمع آوری کرده است. برای ثبت نام در کمیسیون مرکزی انتخابات نامزد به مقام پرزیدنتی باید امضای 260000 نفر جانبدارانش را جمع کند. فراموز 30 سال دارد و از سال 2015 تا ماه مارس امسال وکیل مجلس وکیلان بدخشان بوده است. دیروز 10,000 ساکن بلاروس در مرکز مینسک راهپیمایی نمودند. هدف آنها فشار بالای پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو است که به قول مخالفین باید به استعفا رود. روز یکشنبه مردم در کوچه‌های مرکزی بلاروس راهپیمایی نموده لوحه‌های زنده بود بلاروس و پرچم سرخ و سفید را که در این کشور همچون رمز مخالفین شناخته می شود بالا برداشته بودند. نزدیک شامگاه اعتراضگران در خیابانی روبروی قصر پرزیدنت جمع شدند، ولی میدان نزدیک قصر پرزیدنت را پلیس تعیناتی مخصوص با دیوارهای آهنین حمایت میکرد.
در پایان روز 29 اعتراضهای پای در پای در تاریکی پلیس انگارهای نزد قصر پرزیدنت را برداشت. گروه حقوق بشر ویسنا میگوید در شهر مینسک بیش از 180 نفر بازداشت شدند. در شهر برست باشد 30 کس را دستگیر کردند. بازداشت و تعقیب مخالفین در شهرهای بورونوویچی و هرودنو هم به قید گرفته شده است. اتحادیه ژورنالیستان بلاروس در تلگرام کانالش نوشته است که 2 خبرنگار بازداشت شدند. خبرنگاران رادیوی آزادی از بلاروس گزارش می‌دهند که در شهرهای هرودنو و موهیلوف زد و خورد پلیس با اعتراضگران جای داشت. آخر هفته گذشته در ایران سال نو خوانیش آغاز یافت. بسیاری ها از آن نگران بودند که در مکتب جمع شدن شمار زیاد خوانندگان به سرایت گسترده کرونا ویروس باعث می‌گردد. ولی این تشبوس طرفداران هم داشته است. در این باره گزارشی نوبتی. روز 5 سپتامبر 15 میلیون دانش آموز ایرانی سال نو تحصیل را آغاز نمودند. محصلین و معلمان نقاب بر روی نموده قبل از ورود به مکتب طلبات ضد عفونی را اجرا می کنند. حرارت بدن دانش آموزان چنگ کرده می شود، پایافزالشان را با محلول خاص پاککاری می کنند، سپس دانش آموزان دستشان را شسته وارد صنفخانه می شوند. در صحبت با خبرنگار ریترز، بعضی والدان گفتند که از آغاز سال خوانیش نگرانند زیرا میزان سرایت کرونا ویروس کاهش نیافته است. اما خانم خوبان تاکید می کند که برای خواننده صنف یکم تحصیل در مکتب بهتر است. نگرانی که داشتیم ولی خب سعی کردم تو خونه آموزش‌ها رو لازمو بهش بدم که میاد مدرسه، چون کلاس اوله به نظر من حضورش تو مدرسه مهم‌تره تا تو خونه. بالاخره کلاس اوله، بالاخره نوع نوشتنش اینا همه زیر نظر معلمه که از اول شکل میگیره. شاید تو خونه من نتونم مثل معلم در حقش اون آموزش لازمو داشته باشم. یعنی قلبا خودم دوست داشتم بیاد مدرسه زیر نظر معلم باشه. تلویزیون‌های دولتی ایران آغاز سال خوانیش را مستقیما نمایش دادند. پرزیدنت ایران حسن روحانی ابراز داشته است که معارف و تندرستی به حد برابر برای جامعه مهم هستند. از این رو والدان مجبور نیستند که فرزندانشان را حتما به مکتب فرستند. روز شنبه وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که در این کشور باز 110 نفر از بیماری کووید 19 به هلاکت رسیده، شمار عمومی فوتیدگان از این بیماری به 22154 کس برابر شد. طبق آمار رسمی آخر هفته گذشته در ایران شمار گرفتاران کووید 19 به 385,000 نفر نزدیک شده بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نویدی بомдодии، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. یک ساکن 30 ساله نویه خراسان ولایت ختلان که در یک کارگاه آهک‌پزی کار می‌کرده زیر سنگ‌های تفسون مانده جراحت برداشته است. سفر اوستانقولов رئیس جماعت قزل قلعه نویه خراسان به رادیو آزادی گفت که حادثه شام 4 سپتامبر رخ داد. او گفت که ساکن دهه مینت‌آباد هنگام آهک‌پزی پایش علق شده است و سنگ‌های تفسون بالایش افتادند. تنورها یا خمدان‌های آهک‌پزی در خراسان 50 سال پیش در موضع کوه‌هایی که از آنجا سنگ سفید برای آهک جمع‌آوری می‌شود به استفاده داده شدند. در چند سال اخیر از 60 تنور آهک‌پزی در دوران شوروی 30 تایش کار می‌کند. قبلا ساکنان از دود این خمدان‌ها شکایت کرده بودند که با دود غلیظ هوای اطراف را آلوده می‌کند. خویشاوندان یک دختر 30 ساله تجاوز شده اشار ترسونزاده در یک مراجعه ویدیویی از پرزیدنت تاجیکستان و شهردار دوشنبه خواستند تا جریان تفتیش این پرونده را زیر نظارت خود بگیرند. بابای کودک در ویدیو میگوید که نبیره‌اش را عمک خود او تجاوز کرده است ولی تا حال در آزادی قرار دارد. ماه گذشته رادیو آزادی درباره این قضیه گزارش نشر کرده بود. نمایندگان دادستانی گفته بودند که در این زمینه پرونده شدند ولی طرف دیگری بس این ادعا را رد می‌کند و آن را تلاش انتقامگیری پیشین خانواده می‌داند. اما به قول پیوندان دختر جبر دیده با گذشت بیش از یک ماه در کار تفتیشات هیچ پیشرفتی به نظر نمی‌رسد. و بانک ملی تاجیکستان برای امروز 7 سپتامبر قروب اسعار خارجی را این گونه تعیین کرده است: $1 10 سومانی و 31 درم، 1 یورو باشد 12 سومانی و 22 درم ارزش دارد، 1000 روبل روسی 136 سومانی و 60 درم مقرر شده است. بینندگان عزیز، صحبت را در این ساعت به پایان می‌رسانم. بعد از 3 ساعت دیگر با خبرهای نو در خدمت شما قرار می‌گیرم. تا آن